24مین نمایشگاه تأسیسات و تهویه مطبوع. بریم داخلش هم ببینیم. اینجا فکر نکنم زیاد به درد ما بخوره. خب اینم 24مین نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات و تهویه مطبوع. بریم توش هم ببینیم. پکیج CL همون چگالشیه، یه بویلر داره، پنلیو، این هم با برند کازوکی سی ایران رادیاتور. این یه ذره اینجاش مشکیه، مشکی پیانویی. آره مشکی پیانویی. سجاد من اینو درخواست دادم پس فردا واسم مخزن. این فکر کنم زد دیگه زدش هست. تک فاز پمپش روشون جدید زده. آره این فلت رو جدید زده، خیلی خوشگانه فلت. این هم تمامی فیلترهای فیلبرتو. این جدیده، فکر کنم که اسمش هم پرولاک باشه. جان زده به سختی باز میشه سجاد. وقتتون بخیر. میخواستم فیلم بگیرم، مشکل نداره که. از کجا تشریف می‌بری؟ از رشت هستم. بله همکار هست. گردش بدم مگنتش خیلی قویه.
فشار کاری 6 باره 120 درجه، اینا 4 باره 4 بار 100 درجه. اینم محصولات تیتانو. بازش میکنی؟ خیلی سنگینه. سلام، خسته نباشی. سجاد این طرح منو دیدی؟ طرح مغازته از تو تقلید کردم. از من تقلید کردن گذاشتن اینجا. رفت و برگشتشون رو با نور گذاشتن. مبدل ثانویه به همراه بلوک‌های پیل ایران از شرکت خیلی جالبه. دیگه راحت میشه دیگه. بعد آبندیش کردنش گسکت دیگه بیچاره صفر میکنه آبندیش. نواری داره دورش. هر گسکت داره. اینم پکیج گرانفوس. میگم پکیج گرانفوس، پکیج ایساتیس. گرانفوس مرگ نداره. چرا یه تیکش رو برنج گذاشتن یه تیکش رو پلیمر؟ اونجا رسوب کمتر بگیره. شیرسرای سیه این رو رفت رو شیرسرای دیگه رفت شیرسرای رسوب کمتر بگیره که عمرت نکنه. با مراجعه به ستاد برگزاری نمایشگاه واقع در سالن خلیج فارس کارت غرفه‌داری خودشون رو در از الان دوشنگی کرده. غرفه‌داران عزیز لطفاً همیشه کارت غرفه‌داری خودشون رو دمورات، پرشر متغیر، پمپ گرانفوس، شیر موتوری 24 ولت، پکیجش هم 24. رادیاتورم متری چقدر فکر میکنم والمکس. نه والمکس نیست. غرفه دمورات. وارم هاوس. وارم هاوس از 10 وجب هم نیست. من شینهو هم پمپ های پکیجش نه خالی. محصولات آکوفیکس. یه سری فیلتر هم داره. کارتریج پلیفسفاتش، خود پلیفسفاتش، اینم پروتکتوراش، صداگیر رو. بعدیم غرفه آژند، جناب آقای آژند، تمام محصولات تکسا. اینم فیلبرتو. هیترهایی که زیر کاشی میذارن برای اینکه برف‌ها رو آب کنن یا روی سقف، روی باند. بعد اگه یه موقع اینا مشکل پیدا کنه چیکار می‌خوام بکنم؟ زنگ می‌زنیم اداره برق. بیاد گرمایش رو درست. دیگه به پکیج کار زنگ نمیزنن دیگه، زنگ میزنن به اداره برق. شرکت تکسا، کد 710 750 700.
کد 800 75 که میشه پروانه‌ای، فکر میکنم اکونومی. اینا شیرای صوفیدار سنگینه، اینا شیرای صوفیدار اکونومیه. این هم یک دومش. محصولات ریابی، شیر پیسوار، کلکتور، این شیر رادیاتورشه که من تا حالا نخریدم. اون کسانی که کار کردم به من بگم به درد میخوره یا نه. بریم جلوتر. غرفه بوتان، پلا.